خبرهای تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 5 دکبر است. حالا نگاه به چند موضوع برنامه. برفباری شدید حرکت نقلیات باربر و مسافرکش را در راه دوشنبه خوجند دشوار کرده است. برف خیلی سفید شد، روان نبرونان است. رواز میشد نبرون بهتر. ده ها مهاجر تاجیک را در شهر ماریوپول اوکراین که از جانب روسیه اشغال شده است فریب دادند. و نوارهای خانم فوتبال بازی حجاب‌پوش از حاشیه جام جهانی فوتبال توجه میلیون ها نفر را جلب کرده است. من نخواستم خود را تغییر دهم. من بازی را تغییر دادم تا در آن برایم جای فراهم آید. تومسو عبدالرحمانوف منقد و مخالف رهبری چچنستان رمضان قادیروف در شویتسیا کشته شده است. در این باره در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. همپیمانان عبدالرحمانوف این اطلاع را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند. مقامات شویتسیا هنوز این موضوع را شرح نداده است. بنا به خبرهای نشر شده عبدالرحمانوف شب یکم به 2 دکبر در شویتسیا پرانده شده است. تماس تومسو عبدالرحمانوف از 2 دکبر به این طرف با نزدیکانش قطع شده بود. ماه فوریه سال 2020 به تومسو عبدالرحمانوف سوءقصد صورت گرفته بود. او آن زمان آسیب ندیده پلیس را به کمک دعوت کرده بود. حملهگران را بازداشت و محکوم کردند. آنها شهروندان روسیه بودند. فرمایشگری حمله معین کرده نشد، اما دادستانی شویتسیا گفته بود که این فرمایش به گروزنی میبرد. در پی باریدن برف در اکثر منطقه‌های کشور نهادهای مربوطه در حالت آماده باش قرار گرفتند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که باریدن برف و هوای سرد در حدود تاجیکستان تا 9 دکبر ادامه می‌کند. این نهاد از برفریزی شدید در ناحیه‌های کوهی خبر داده از ساکنان خواسته است به ضرورت به سفر نبرایند. همکارانم به رادیو یوسفی و سرویناز روح الله گزارش می‌دهند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید با دنبال بارش برف در اکثر منطقه‌های کشور و پایتخت نهادهای مربوطه در حالت آماده باش قرار گرفتند. محدودیت برای ماشین‌های یک تک‌دو و بعد ماشین‌های بارکش به یک محدودیت موقتا اعلام گشته است، لیکن رها همش باز هستند، فعال هستند. وزارت نقلیات هم زیر نظارت گرفتگی پورا همش رو برای همین طور حاضرش به همش تیز شده باشه. برفریزی صبح 5 دکبر حرکت نقلیات را در شهرهای دوشنبه خوجند مشکل کرد. مسئولان شرکت ایرس که مسئولیت نگاهبینی یگانه راه پولکی در کشور را بر عهده دارد، ظهر امروز از برداشته شدن محدودیت برای ماشین‌های باربر از یک طرف خبر دادند. برف زیاد از 47 من زیاد میشود و با از همینجا تنبیه میشود. وقتی من کردن شونم بعد از 47 من میکنن که بارش اگر بالا با زیاد شود برای تازه کردن راه ما باید ماشین را من کنیم تازه کردن باید شود. رانندگانی که در مسیر خوجند دوشنبه حرکت میکنند گفتند حرکت در قسمت‌های بلندکوه راه مشکل گذر است. هرچند راه باز است اما بارش برف با شدت ادامه دارد. برف خیلی سفید شد، روان نبرونان است. رواز میشد نبرون بهتر. دور سرس خون میری بکار و بفایده. مثلا اون وضعیت آب و هوا نگاه میکنم که مثلا ماشینای کلونه میدارن، ماشینای معدی صد میتن. همین یگان رو همین اوزه. اگر ماشین کلون هم که یک بار ساعت چی میشود؟ اکون پروبکه که میشد اکون همه یادرگیش وای میشد مثلا همه خمیتیان مثلا تارم میفرود. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر می‌دهد که باریدن برف و هوای سرد در حدود تاجیکستان تا 9 دکبر ادامه می‌کند. این نهاد از برفریزی شدید در ناحیه‌های کوهی خبر داده از ساکنان خواسته است به ضرورت به سفر نبرایند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. روسیه پس از غصب شهر بندری ماریوپول اوکراین صدها مهاجر را با وعده معاش بلند برای بازسازی این شهر خراب شده دعوت کرده است.
مهاجران تاجیکی که حالا در ماریوپل قرار دارند میگویند معاشی که وعده شده بود برایشان پرداخت نشده است. آنها از شرایطشان نیز شکایت کردند. همکارم زرنگیز نوروزشاه بر اساس شکایت مهاجران این گزارش را تهیه کرد. اینا مردم در شهر ماریوپل اوکراینا اومگین پول ندادند. ابیشت کردن 120,000 اویلک 3 وقت خوردن. اعتراض دهم مهاجری تاجیک در شهر ماریوپولی از جانب روسیه غصب شده اوکراینا. 6 ماه پیش روسیه با وعده معاش کلان آنها را به کار در این شهر جلب کرد و برخی از مهاجران قسما و به برخی دیگر تماما معاش ندادند. اینا مردم اینجا دعوا دارن. نه اینجا دروغ بوده نه. اویلکو را با 60,000 کردن. اینا دعواشون برای شما. ابیشت کردن که 3 وقت پیتانی جای خوب همش است. نه اویلک دادن هر ده یک ماه 15 روز بعد اویلک میگه. این در حال است که شرکت‌های روسی و میانه‌روها به خواهشمندان کار در ماریوپل ماهانه برابر با 120,000 روبل روسی را وعده می‌دادند. مهاجران در این شهر بناهای قسماً ویران شده را ترمیم می‌کنند و بناهای تخریب شده را از سر نو می‌سازند. سلام علیکم. اینجا ماریوپل. این طرف ماریوپل. روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهر بندری اوکراین را هدف قرار داده بود. تلاش ما برای پیدا کردن نظری آنهایی که مهاجران را به کار جلب کردند نتیجه نداد. برخی طریق شرکت‌ها و برخی را افراد علاهیده به کار جلب می‌کنند. این کاری آنها کاری مهاجران در این محل بر ضد قانون‌های بین المللی است. یعنی که موافق قانون‌های بین المللی آنها در جای قرار دارند که اجازت حق ورود ندارند به اجازت دولت اوکراین، چون که این زمین اوکراین حساب کرده می شود. سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه های غصب شده اوکراین سفر نکنند. روسیه که اولی تابستان امسال پس از درگیری های سخت شهر بندری ماریوپل را اشغال کرد، حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران برخی بناهای خراب شده را بازسازی کند. ادامه برنامه. هفته گذشته زیر سرپرستی سازمان‌های بین المللی مقامداران تاجیک و فعالان جامعه شهروندی تغییر و علاوه‌ها به کدکس اطلاعات تاجیکستان را بررسی کردند. این نشست را همکارمان براد یوسفی پیگیری داشت و حالا در این باره گزارش می‌دهد. سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان یکجا با مقامات دولتی طرح کدکس اطلاعاتی را نهایی و با پارلمان پیشنهاد کردند. این سند از نقاط 4 قانون داخلدار فراهم آمده به خاطر هماهنگی کامل و برخی از این قانون‌ها تغییرات وارد شده است. گفته می شود هدف از تهیه کدکس اطلاعاتی تاجیکستان گردآوری دستور قانون‌های این ساحه و برطرف کردن برخی تضاد و ناهمخوانی آنها بود. اگر سخن درباره ساحه ژورنالیستیک رود، یعنی که ژورنالیستان رود، قانون این مسئله قانونی چی است؟ مطبوعات است، قانون تلویزیون است. ما باید آمیخته نکنیم. در اینجا منظور بسیار شخصانی هستند که بیرون از وسیله اخباری عامه کار میکنند. یک معلم مراجعت میکند، یک مثلا کارخانه مراجعت میکنه، یک دانشجو مراجعت میکند برای اطلاعات. اما چیزایی که ما گفتیم به اینا داخل دارد. برای نمونه یکی از تضادها به مهلت پاسخ مقامات به مراجعت شهروندان داخل داشت. در قانونگذاری کشور این مهلت از 7 تا 30 روز کاری و هنگام ضرورت تا 45 روز را تشکیل می‌دهد. اما طرح کدکس اطلاعاتی مهلت پاسخ مقامات دولتی را به مراجعت شهروندان کوتاه‌تر پیش بینی می‌کند. برای اینکه در هر قانون صحابی مهلت‌های گوناگون به نظر می‌رسد، در این قانون 5 روز کاری و در صورت ضرورت تا 15 روز تمدید کردن این مهلت برای دسترسی به اطلاعات برای اشخاص واقعی تعیین کرده شده است. ولی برای نمایندگان واسطه اخبار عامه معیار عمل کننده که در قانون درباره مطبوعات داوری و دیگر واسطه اخبار عامه اومده است، یعنی 3 روز کاری و اگر معلومات تعجیلی باشد باید حتما سریع وقت تعجیلا پیشنهاد کرده شد. بررسی طرح کدکس اطلاعاتی در سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دولتی از سال 2018 این جانب ادامه داشت. آن از 9 باب و 100 بند عبارت است. طرح کدکس اطلاعاتی با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا و بنیاد سوروس تهیه شده، انتظار می‌رفت که قبول شدن آن به وضع آزادی مطبوعات و دسترسی به معلومات تأثیر نیک خواهد گذاشت.
جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر به اوج خود نزدیک می شود. امروز در قوازمایی یاپونیا یا ژاپن با خرواتیا و برزیلیا با کره جنوبی و پاگو در قوازمایی های مراکش با اسپانیا و پرتغالیا با شویتزاریا 4 دسته باقی مانده دور 4-1 نهایی معلوم می شوند. در دور 4-1 نهایی منتخب فوتبال هلند با آرژانتین و فرانسه با انگلیا روبرو خواهند شد. با استفاده از این مسابقه معروف جهانی، یک خانم حجاب پوش از دنیا تصمیم گرفته است برای ترغیب فوتبال دختران و به ویژه دختران مسلمان سهم گیرد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. خانم 24 ساله حجاب پوش میمی اصغری امیدوار است که توجه زنان و دختران طبقه و آیین مختلف را به فوتبال، ورزش مشهور در بین مردان، جلب می‌کند. میخواهم نشان دهم که من حجاب پوشم و مسلمان هستم، ولی این معنای آن را ندارد که از کسی کمتر باشم و از دستم فوتبال بازی نآید. این هنرمند فوتبال باز و یا دقیق ترش فوتبال فریستایلر 1 دکبر در صحبت با خبرگزاری ریترز گفت میخواهد پیامش را به دختران نورس رساند که صرف نظر از طرز لباس پوشی و اعتقاد هر فرد میتواند و باید برای رسیدن به مقصد مبارزه برد. من در دنیا به دنیا آمدم. اکثر اعضای دسته معلموی و غیر مسلمان هستند. اما من نخواستم خود را تغییر دهم. من بازی را تغییر دادم تا در آن برایم جای فراهم آید. اصغری پس از تماشای هنر فوتبال باز برزیلی رونالدینیو به فوتبال مهر پیدا کرده است. و گفتی او توپ مثل یک جزء تن رونالدینیو بوده است. در روزهای جام جهانی سال 2022 اصغری در نزد ورزشگاه‌های قطر هنرنمایی کرده نوارهایش را در شبکه‌های اجتماعی جای می‌دهد. یکی از چنین نوارهایش را تا 1 دکبر 19 میلیون و 600 هزار کاربر تیک تاک تماشا کرده بود. روز یکشنبه 4 دکبر در شهر دوشنبه مراسم آشین نهار ازدواج دختر خرده‌ای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پسر دادستان کل یوسف رحمان برگزار شده است. قرار است جشن عروسی فرزانه رحمان و سفرخان یوسف رحمان آخر این هفته برپا شود. خبرهای خواستگاری و آمادگی‌ها به توی از بهار امسال سر زبان‌ها بود. سفرخان رحمان پسر دادستان کل تاجیکستان در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان کار میکند. جای کار فرزانه رحمان معلوم نیست. پیوند نوی خویشاوری با امامعلی رحمان به دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان امکان و شرایط پیش خواهد آورد که منصب خود را مثل بیگ صبور خدای دیگری او درازتر کند و تأثیر او را در امور دولت گسترش دهد. نفوذ یوسف رحمان در سالهای اخیر رو به افزایش بود و اولی سال 2020 او از نو با پیشنهاد رئیس جمهور دادستان کل تاجیکستان تعیین گشت و از سال 2015 در این وظیفه کار میکند. اینجا به پایان برنامه رسیدیم. خبرهای از این بیشتر و تازه را در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و توییتر پیدا میکنید. اگر نظری یا خبری دارید می توانید با ما نویسید. شماره های تلفن ما در وبسایت و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. سپاس از همراهی و تا برنامه های آینده خدا نگهدار.